سلام دوستان، به دلیل درخواست زیادتون من آموزش ایردراپ هیومنیتی رو براتون رکورد میکنم. اولین قدم اینه که شما شبکه سپولیا رو روی ولتتون داشته باشین. خیلی ها این سوال داشتن که اصلا شبکه های ما فقط یه اتریومه، یه بیت کوین شبکه دیگه ای ما نداریم. شبکه ها کجان؟ من میام توی ولت متامسک این بالا دیگه ساخت ولت متامسک دوستان قبلا آموزشش رو گذاشتم، یه سرچ بکنین داخل کانال، آموزش ساختش هست. من هر سری نمیتونم از اول این آموزش ها رو بذارم. خب میان اینجا و از این سه نقطه این گوشه، نه ببخشید این سمت چپ، اینجا نتورکاتون نشون میده. ببینید من خیلی شبکه ها رو اد کردم، شبکه اتریوم، رینا، بی ام بی. حالا از کجا ادشون کنیم؟ همین گزینه اد نتورکی که بزنید میاد توی قسمت متامسکتون. اینجا یه اد مور نتورک منوالی داره، یعنی به صورت دستی نتورک وارد کنید. هر شبکه یه سری اطلاعات داره، نیم داره، RPC داره، چین آیدی داره که میتونین با توسط اینا ادش کنین. چرا از اینجا اومدم؟ که کامل یاد بگیرین که بعضی شبکه ها اصلا توی چین لیست نیستن. من سایت چین لیست رو براتون باز کنم. چین لیست یه سایتیه که همه شبکه ها توش هست. میبینید به راحتی کانکت ولت میزنید، اد تو متامسک، راحت هر شبکه‌ای بخواین اد میشه. ولی خب یه سری تست نت ها توش گم میشید. مثلا من الان تست نت رو بزنم، مثلا میذارم سپولیا، بزنم بنویسم بفهمید منظورم چیه. میبینید یک عالمه تست نت سپولیا دارین، معلوم نیست کدومو شما میخواین اد کنید که اصلیه باشه که الان باش کار دارین. برای اینکه گیج نشین من از اینجا نیومدم. حالا من میخوام به صورت دستی وارد کنم که شما یاد بگیرین. توی گوگل سرچ میکنین آقا اتریوم سپولیا چجوری من ادش کنم. به خیلی سایت برمیخورین، یه سری از سایت ها میان اینجوری بهتون نتورک و این اطلاعاتشو میدن کامل. فقط کافیه با این دکمه کپی کنید، اینجا جایگذاری کنید دونه دونه و شبکه اضافه میشه اینجا دونه دونه. بقیهش هم به همین ترتیب. از همین مهمتر هم همین RPC هست. چین آیدی هم کپی میکنیم، کارنسی سیپل هم که همون ETH. میبینید خودش دیگه اینجا تشخیص داد، دیگه بقیهش نیاز نیست. اینو میزنم تایید میشه. بلاگ اسپلور آپشناله، یعنی اینو میتونید نزنید. سیو، تموم شد. اتریوم سپولیا اضافه شد. این دکمه هم که بزنید خودش میره توی متامسکتون، شبکه رو چنج میکنه روی اتریوم سپولیا. الان من روی شبکه اتریوم سپولیا هستم. همه رو به همین طریق میتونین پیدا کنین کانترکت آیدیشونو و ادش کنید. یعنی این اطلاعاتی که اینجا پیدا کردم من از گوگل پیدا کردم. اینقدر اینا جدیدن دوستان، هیچ سایت مرجعی وجود نداره به زبون فارسی یا حتی همون انگلیسی بخواد همه اینا رو مرتب آپدیت بذاره. یه سایت های مثل چین لیست هستن که تمام این شبکه ها رو در اختیارتون قرار میدن که به راحتی متامسک ادش کنید. خب من از این مرحله رد میشم، شما دیگه باید این مرحله برین و شبکه ها رو پیدا کنین، اضافه کنین. الان فقط شبکه سپولیا رو نیاز دارین، همین اتریوم سپولیا براتون کافی ادش کنین. خب من اینا رو میبندم. مرحله دوم خرید اتریوم فیکه، اتریوم فاست اتریوم. خب این سایت و لینکشو براتون گذاشتم زیر همون ویدیوی قبلی، برین داخلش. حالا این سایت یا هر سایت دیگه، ببینید من الان چند تا سایت اینجا دارم، همشون اتریوم فیک میدن. اینا همه رو از گوگل پیدا کردم. سرچ میکنین اتریوم فاست، همینجوری به همین اسپل اینجا نوشته FAUCET. سرچ که بکنین کلی سایت میاره که بهتون اتریوم میدن. به عنوان مثال من اینو میخوام انجام بدم، میزنم کانکت ولت، یه رفرش میکنم چون یه مدت فعالیت توی سایت نداشتم احتمالاً. آره، کانکت ولت رو میزنید، ولتتون رو باز میکنید. آها، یکم سرعت اینترنت بده. اینجا یه نکس داره، یه کانفیر وصل میشه. حالا میگین من اتریوم روی سپولیا میخوام. خب آدرس ولتتون هم اینجا هست، نوشته low balance for the chain and network. میگه حداقل شما باید 0.201 اتریوم روی مین ولتتون داشته باشین. من الان میام رو مین ولتم، مین ولت هم میشه اتریوم مین نت. خب من 0.201 رو دارم، باز به نظرش کمه و قبول نکرد ولت منو
که این برداشت انجام بدم. مشکلی نداره، میرم سایت بعدی. دوستان اینقدر سایت هست که اصلا نگران نباشین یه سایت بهتون نداد. من الان سایت بعدی رو باز میکنم، باز لینک اینم براتون گذاشتم. خب دوستان سایت بعدی سایت استکلیه که بهمون فاست میده، فاست اتریوم بهمون میده. میایم اول توی ولت، آدرس ولت رو از بالا کپی میکنیم، اینجا وارد میکنیم، نکست، تاییدیه انسان بودن که ربات بودن رو داره، وریفای، این دوتا تیک رو میزنیم، توییت. حالا برامون یه توییت با انجام میده توی اکانتمون، میاد اتوماتیک به اکانت X وصل میشه. بیارمش پایین ببینید اتوماتیک به اکانت X وصل میشه، برامون یه توییت میکنه، پستش میکنیم. خب حالا برمیگردیم توی قسمت پروفایل یا قسمت اصلی پیجمون، اون پستی که برامون اینجا گذاشته رو شیر میکنیم، کپی لینک. فهمیدین چیکار کردم؟ اومدم توی اکانت ایکس هم اون پستی که برام گذاشته رو لینکش رو کپی کردم با این دکمه شیر کپی لینک. حالا لینکش رو اینجا پیست میکنیم، وریفای رو میزنیم، یکم طول میکشه تا تایید بشه و بعدش بهمون فاست رو میده. چقدر بهمون میده؟ 0.1 اتریوم به ما فاست میده، میرزه به ولتمون. اون موقع دیگه میتونیم با این بریم توی ایردراپ هیومانیتی شرکت کنیم. و دوستان این در اصل آموزش ایردراپ هیومانیتی بود، ولی خب خیلی از دوستان بلد نیستن فاست تهیه کنن. من گفتم یه سایتشو با هم انجام بدیم که دیگه بقیه سایت ها همین رواله. یکی میگه توییتر رو وصل کن، یکی میگه اکانت بساز. هر کسی خب یه درخواستی اون سایت داره، بابتش این فاست رو به شما میده. اکثرا با توییترتون کار دارن یا همون اکانت ایکس تون کار دارن، ازتون درخواست میکنن اکانت ایکس رو کانکت کنین تا بتونین فاست رو دریافت کنین. خب باز پیغامی که داره میگه تو ولتت اتریوم کم داری که من بهت فاست بدم. خب دوستان حتما برین داخل ولتتون، منم باید اینو شارژ کنم. مثلا 0.02 0.03 من چون خرجش کردم الان کم شده. من قبلا خیلی فاست گرفتم، ولی چون دیگه اتریوم هم مبلغش خیلی کم شده باید دوباره شارژش کنم. الان $4 دارم، حداقل $15 $20 اتریوم توی شبکه اتریوم، شبکه اصلی متاماسک باید داشته باشین تا بهتون اتریوم فیک بده. کاری به اون اتریوماتو نداره، برش نمیداره، فقط برای تاییدیه ولت که شما آقا انسانی یه پولی داخل ولتت هست، یه ارزشی وارد داخل ولتت هست، دیگه $5 ارزش محسوب نمیشه، بالای $15-20. مراحل همینه، مرحله 5 رفتیم، مرحله 6 بهتون فاستو میده. یعنی این مرحله داره پیغام میده و اتریوم کم داری توی ولتت، مگر نه الان من از این سایت 3 بار 4 بار تا الان فاست گرفتم. خب کجا میاد فاست؟ تو همون سپولیا. من الان برگردم به سپولیا نشونتون بدم. ببینید من همینجوری ذره ذره هی 0.1 گرفتم، هی توی ایردراپ های مختلف خرجش کردم. این از مراحل فاست گرفتن. حالا من فاست دارم، نیاز نیست دیگه بگیرم. حالا تا بعدم برم اتریوممو شارژ کنم. سایت اولی که هیومانیتی براتون گذاشتم این سایته. واردش که شدین میگه که باید از شبکه سپولیا یه میزان رو شبکه هیومانیتی یا همون HP تستنت منتقل کنید. زدم چقدر داری، 0.08 فلان سپولیا تستنت داری. خب قبل اینکه بخوایم سپولیا رو روی شبکه جابجا کنیم، روی گزینه اد تو متاماسک میزنیم اینجا که این شبکه هیومانیتی اضافه شه بین شبکه هامون. چون من قبلا زدم الان قبولش نمیکنه. شما اگر بزنید میاد اینجا و این شبکه، من پیداش کنم، هیومانیتی رو اینجا براتون اضافه میکنه. اولین قدم اینه اد تو متاماسک که این هیومانیتی اینجا اضافه بشه. یعنی نیاز نیست برین کد و اینا بزنین، چون شبکه‌ها جدیدن خودشون گزینه اضافه کردنش رو اینجا گذاشتن. حالا من یه مبلغ کمی شو مثلا 0.206 میام میگم آقا کانتینیو سواب کن روی شبکه هیومانیتی. سایت دومی هم لینکش براتون گذاشتم، روزانه یه سری ریوارد بهتون میده. یعنی شما اینجا که میاین قسمت فاستش هنوز کار نمیکنه، درسته فاست داره ولی فاست HP هنوز بهتون نمیده، فعال نشده. خب
ولی اینجا دیلی بهتون یه خورده از این امتیازا میده، ریواردایی که بهتون روزانه میده رو اینجا میتونید دریافت کنید و با دعوت هم بهتون امتیاز میده. باز از اینجا موقعی که دعوتی براتون اتفاق میفته میتونید کالکتش کنین. الان من دعوتی هیچی نداشتم جدید که کالکت برام فعال بشه. این یه سایتشه که براتون گذاشتم، اینم یه سایتشه، هیومانیتی، یعنی بریج زدن. البته یکی هن. شما تو این سایت روی این دکمه بریج که بزنید میاد اینجا، یعنی دوتا سایت نیست، یه سایت. این بریج میره داخل این سایت و براتون بریج میزنه. خب برگردیم تو قسمت بریج. سایت بریجش مرحله اول نکس میزنیم، اینجا یه تاییدیه میگیره، دوباره میزنیم بریج، تاییدیه ولت هم اومد، کانفیرمش میکنیم که آره مثلا اینقدر میخواد کم کنه. بله ترانزکشن سابمیتد. دیگه باید منتظر بمونیم تا خودش این عملیات رو تموم کنه و اینجا اضافهش کنه. دیگه از اینجا بعد کاری نباید انجام بدین. تنها کاری که شما توی این ایردراپ ها باید انجام بدین همین مراحل تهیه فاست، اومدن اینجا، پل زدن، این مراحل وقت گیره. مگر خود ایردراپ فقط میگه یه بریج بزن، یه پل بزن. میبینید الان پروسسینگ شد، تا چند وقت دیگه هم تایید میشه، تموم میشه، میره. و همین راحتی شما توی این ایردراپ شرکت کردین. بازم میگم دعوت خیلی مهمه، روزانه سر زدن، کلیم کردن این خیلی مهمه. هر روزانه یه سر میزنی میزان دوباره از این کوین بهتون میده و هر چقدر این RWT شما روزی که تست این شبکه تموم بشه بیشتر باشه، شما درآمد بیشتره. و سعی کنین سایت های فاست رو بیشتر پیدا کنین و هر چی میتونین فاست بیشتری توی ولتتون جمع کنید. این سپولیا، میزان توکنی که توی سپولیا دارین، اینا برای شبکه‌های تست استفاده میشه و این لینا سپولیا، لینا فرق میکنه. من الان هیچی ندارم. این سه تا معمولا برای تست نت ها استفاده میشن. حتی سونیوم هم با این شبکه کار میکرد. خود سونیوم هم با این شبکه کار میکرد. خب آموزش تموم شد دوستان. امیدوارم که کاربردی بوده باشه. بازم اگر سوالی قسمتیش بود میتونین که از پشتیبانی سوال کنین. موفق باشین.